Все равно у каждого периода жизни есть свои приоритеты, есть свои привязанности. Davası adamı orzum ve karangi ile yapmışım. Sonra 1964 Tojikiston در یک وضعیت نهایت ناگوار دچار شده بود. همین قشما میگم. بعد استقلالیت گوشه یک جدا بیستی شکست سرم در این دوره یاردم هم نمیکنه کو. هیچ کس هم فکر نداشت که همین خیلی یک دولت ابدقدرت شوروی پاش میخورد و این تاریخ نشان داد که البته اون بعضی ناقصی هایی که در همون دوره وجود داشت عاقبت با آن آورده رسوند که همین دولت پاش خورد و سابق دولت های شوروی در یک وقت قریب برابر صاحب استقلالیت شدند. ولی ما همین استقلالیت به طرز آن طرزی که درست بود همون خیلی قبول کردن نتونستیم و این سبب شد که انا همین جنگ شهروندی بود و ناتنجی ها بود و خونریزی ها بود. یکم شده برادرهای روس از ترک تاجیکستان کردند. دیگه من دیگر قومیت هایی که در تاجیکستان بودند آنها ترک تاجیکستان کردند. ولی من شخصا در همون دوره هیچ کجا نرفتم. یعنی ما کدومایی که با اصطلاح دیگر بگیم فدایی بودن هیچ جا نرفتیم. در همینجا ماندیم. سال خورشی 1970 وقتی که ما کار آغاز کردیم انا همین مکتبی که ما حاضریم در همینجا 633 طلبه میخوان. اینجا هم با دو زبان بودن، ازبک ها، تاجیک ها و اکثر معلم ها از همین شهر دوشنبه اینجا می آمدن و از هر گونه خلقیت های گوناگون بودن. اونجا در بین ما اون دوره معلم از ایرانی هم بودن، یهودی هم بودن، ازبک هم بودن. متاسفانه در همون دوره که همون وقتی که جنگ شهروندی شد آنها از همینجا کار ترک رفتن. هم وقتا ساحه معارف فلج شده بود. اگر معلم بیاد طلبه نبود، طلبه باشد معلم نبود. هم دوره در همین مکتب قریب 5-6 معلم موندیم، با همون طلبه ها کار کردیم. در همون دوره ها شرایط نهایت وضعین بود. تا سالهای 1997-98 بسیار وضعین بود. بعد 2000 سال این مکتب تعمیر دید. تا اون دوره ما در همین بینایی که شما حاضر بودید در همین بینا ما درس میدادیم. زمستان سوزشواری نبود. در همین خونریزی سرمای زمستان در همین خونریزی به یگان سوزشواری آینه بندی نبود، کلیانکا زدگی به همین شرایط. اینا بینید که بعد سال 2000 یک بار حاضر سیمای مکتب هم دیگر شد. در دوره شوروی تاجیکستان را از روی بعضی شاعران، بعضی مثلا نویسنده ها ممکن که در بعضی گوشه همون 15 جمهوری که بود ممکن که از روی همونا میشناختن، لیکن همچون تاجیکستان رو در بسیار دولت ها اونقدر نمیشناختن. ولی با شرف استقلالیت امروز بینید که تاجیکستان در تمام دولت ها مثلا شناخته شد. حاضر با فکرم زیاده از 172 باشه چندها دولت با ما دوستی دارن، رابطه های دوستی دارن.